سلام گلبهار، خرسندم از اینکه برای صحبت راضی شدید و طور آگاه هستید. ما در صحیفه همکاری بزرگ سیل در تاجیکستان در شبکه اجتماعی فیسبوک و یوتیوب سلسله صحبت ها رو با شخصیتی هستش شفا یافته یعنی قهرمانان سیل راه اندازی کردیم و تصمیم گرفتیم که یک بار با شما صحبت کنیم، از قصه شفایابی شما آگاه شویم و همزمان توصیه و مصلحت‌های خود را برای مردم، برای شخصانی که حالا در تبابت قرار دارند در این ندارید. باری دیگر سلام علیکم ایسان. من خیلی شدم که با شما هم صحبت میشم در این موضوع. گلبهار، میدونید چی؟ مثلا بیماری سیل رو هر کس طور خود یعنی به یک گونه نام می‌نهند. مثلا یک کس میگوید که این بیماری نیست، این یک دردی جانکاه است، یک کس میگوید این یک بلا است، یک کس میگوید یک آفت است. زمانی که شما بیمار بودید و فکر شما بیماری سیل چی بود در تصورات شما؟ بیماری سیل این تصورات من یک بیماری که گذرانده، یعنی که طریقی هوا میگذرد. من همچنین یک بیماری گذرانده این قبول کردم و با امیدی که بیماری شفا یابنده. این بیماری گذرانده است، نه اینکه یکم وبا، شاید وبا هم بعضی گواه، نه این در اصل بیماری گذرانده می باشد که طریقی هوا میگذرد. یعنی تا اون حدی که مردم مثلا بعضی ها فکر میکنن تا اون حد مثلا ترساننده، تا اون حد مثلا بزرگ نیست که بعضی ها مثلا تصویر میکنن. همین کنن؟ من درست فهمیدم شما؟ آره، اگر تبوبت گیرم سری وقت تبوبت دوام کنم از تبوبت کنده نکنم، این بیماری آنقدر بیماری ترسناک هم نیست. در حالی که تبوبت سری وقت انجام دیم و تاخیر است. راستی در همین اومد دیگه باید پرسم که سال چند بیمار شدید؟ سالی 2016. سالی 2016. شکلی مطابق گشته است. یعنی پس در رجای کوتاه بودن دید؟ آره، اول رجای بود، انانوی بود، بعدا باری آل در جمهوری رجای کوتاه بودن اومد، بعدا در این رجای باری نمودن. در مدتی 10 ماه شکایت. بهترین. و ایزالیت سریع که اینکه جداگذاری کردید؟ چند بودن بودید؟ یک ماه. یک دکترها گفتم تو یک ماه من میتونم ایزالیت کنم، بعد یک ماه میتونم که به خفت باشم برای نزدیکان و اطرافانم، لیک من 2-3 ماه ایزالیت کرده بودم. یعنی که بازم دیگران بودید، دیگران نبودید. نیکی واقعا درست بودید، متخصصان امروز بود طبعا که شخص در مدتی مثلا 2-3 هفته اولی استعمال دارو برای دیگران خطرناک نیست. بله، دیگر نمیگذارن، لیکن باز از تجربه شما مثلا باز از تجربه بعضی دیگر بیماران هم همین چیزی خبردار میشیم، آگاه میشیم که دو وقت به این باز هم میترسن که کسی دیگر رو سرایت کنن، مثلا از خودشون دیگران میشن و خود مثلا همون ایزالیتشون هم موقعش دراز میکنن، لیکن باز هم باید تکرار میشون در 2-3 هفته اول مکرد. یعنی در حالی که پورا داروهاش رو استعمال کنم، بعد از 2-3 هفته برای دیگران خطرناک نیست. و بیماری سیل رو چگونه پس سر کردید؟ بیماری سیل خیلی که برفرام معلومات داره شما، نهایت بیماری دشوار است. از کدام جهت دشوار است که در مدت است. بعدا در یک روز تو 15-16 تا 20 دارو استعمال نمودن، دارویی که به نهایت تاثیر بلند دارن، اونایی که داروی تاثیراتی نامطلوب دارن، استعمال چنین دارو به نهایت مشکل است. اولا شکرانه الله، بعدا با دستگیری نزدیکان و اطرافان، دستگیری اویلا، دستگیری دکتران خیلی سر کرده. وقتی تشخیص معین کردش بود که تو بیماری سیل هست، چه احساس داشتی؟ در اول باور نکردم.
های بعداً رو افتادم نشدم چون که من میدونستم که در هر یک درد الله بزرگ خدا شفا میده. تنها به الله امید بستیم. بعداً به دکتران باور کردیم و داروی قبول کردیم. شفا یافتیم. نه هیچ مرض رو افتاده نشده بودم. شما شد حالتی که در دوام تبابتتون همیشه حالتی بود که مثلا علاقه همون استعمال دوری و پای در تبابت شما رو دلگیر کرده باشد یا مثلا بید که بس دیگر دوام نمیده. داروی بود که به نهایت تاثیری منفی داشت. پس از خوردن آن من از خود به خود میشدم. یعنی که به نهایت سردرد داشتم، دل بی‌حاضری داشتم. در حالت میشد حالتی که میگفتم نمیخورم. داروی میدیدم موجه دل بی‌حاضر میشدم میگفتم نمیخورم من داروی. این یک مدتی کوتاه. و یک مدت یک لحظه میشد. با به هر حال زندگی ادامه دارد. شکرانه الله دو تا فرزند دارم. فرزندان با نزد پیش رو می آمد که برای آنها مادری سالم لازم است. با بهار از تاثیرات نامطلوب داروهای ضد سیری مثلا پابوشن افکت همین ها کدومی را نشده خودت بود مثلا دل بی‌حاضری بود. دل بی‌حاضری قطع کنید قید کنید که در یک روز تو 3-4 مرتبه قید میکردم. به نهایت برام دلگیر کننده بود، مشکل بود. دیگر تاثیرات نامطلوب مثلا درد موشک‌ها و بی‌خوابی و فکر درد سر میشه، درد سر، عصبانی، حوض نمی‌خوری. عصبانیت بود. به نهایت با هم جنگ می‌کردی چه بود؟ به جنگ نمی‌کردم. هیچ که با هم نبود که جنگ کنم. اگر جنگ می‌کردم نه لگش کردم بود که قدیم سر به سر شد. نه. عصبی شده جنگ نمی‌کرد. نه، آواز نمی‌خورید من. میگفتم از هیچ کس علام نمی‌گیرید. نه، علام نمی‌گیرید. یک راه گذشته سوژه جبی یا من عصبی هستم. نه خیلی نبود. در دیمارخانه بستری بودید یا نه؟ نه، من دیمارخانه ندارم. در هم بودید خدا در خیلی در خانه کمک می‌کرد. مادر؟ واقعا در صحبت با بسیاری از شخصان دیوار می‌فهمیم که دستگیری مادر بسیار مهم رو برام می‌کند و سبب می‌شود که توافق شما به ثمر توافق شما موفقانه و انجام رساند و زنده باشند و شما همچون مادر همون وقت شما فرزند داشتید؟ چه احساس داشتید مثلا وقتی کوتاه نزد شما؟ در اول تا یه بار بوده که من به نزدیک من نمی‌موندم، پدر و مادرم نزدیک شدم و فقط از تلویزیون می‌آمدم و نگاه می‌کردن در حالی که من بیرون می‌آمدم ماسک کردم می‌آمدم با آنها نمی‌موندم که نزدیک شوم. به هر حال بود حالتی که می‌خواستم در آغوش گیرمشانم و اکنون به هر حال با وای سلامتی آنها برای من مهم‌تر بود. بعد شما باری شد که در مورد تبابت از داروهای ضد سیری مثلا در برابر داروهای ضد سیری که مثلا با تیپ خطر رو مثلا در خبر بوده مثلا بعضی قولی هم مثلا تو درشن تخصیصان طبیبان میگوییم مثلا ما خود جامعه شهروندی همه میگوید مثلا داروهای تنها داروهای ضد سیری تبابت میشن که هنوز هم مردم مثلا در بعضی از زیرماهی بوده است و تیبی خطر رو میورند و گوشت خیز و جیره و همچین چیزا میخورن برای طبابتشون همین گونه اولادش بوده بود که روی آورده بشه و گوشت خیز و جیره. در حالی که من اخترم تمامده بود این دارو به نهایت خودش تاثیرش بلنده در برابری اگر من اون نمود گوشت را استعمال کنم من میتونم که با یکم حزبی بدنی دیگه هم ضرر برسانم مثلا به جگرم و به نهایت یافتم تاثیرش بلنده و گوشتم به نهایت حرارتی بلند دارد در این حالت من خودم هم نمیخواستم که اون خیلی چیزای استعمال کنم. بعضی حالت هم میشد که از این اویلا میگفتن یکم سک کشتر بیوریم شکرم که میگفتن چیزی که برای حلال شفا میام من برای حلال نخودت سک؟ نه برای حلال چیزی که برای حلال شفا یابم برای من همین بحث هست. واقعا همیشه یک سال دیگه پیدا میشه شما چی را دوست می‌داشتید وقتی تبابتون در کدام خوراک کدام میوه‌جات خودش بسیار دوست داشتید؟
راستی در ایام تبابت به نهایت من خراب شده بود. خوراک یکم برای من خوراک نبود. من خوراک یکم تاثیر نمیکردم. خوراک یکم خدمت سیر نمیکردم. مادرم می‌چرا در روز چند مرتبه برای من خوراک تیار میکرد. خوراکی دوست داشتم نداشتم راستی و همه چیز امروز میخوردم. بهترین کم اشتهایی نداشتیم؟ نه. میشه دولتایی که من از بسیاری بعد از دی بیازریم اشتیام نگم میکردم و در حال در دفترم زنگ میزدم که اشتیام گم شده برای من یکم نمودی ویتامین یکم نمود ویتامین برام نویسانم که من اشتیام وای نکنم میدانستم که در حالی که من اشتیام از دست من داروی استعمال کردن میتونم چون که داروی بعدی ریگوشنه استعمال شدنش نمیتونم گربه‌ها یک چیز با خاطر هم می‌آید وزیر طوری می‌دونیم در بیماری شخص وزنش کم میشه یعنی مقرر میشه خراب میشه هم در وجود ایشون می‌دانم که یک شخص بیماری باشه اون که در حال تبابتش در حال بیماریش خراب شود فربیش شده است همون میتونه بودیم برای من بودم بعد از یک ماه چند کیلو وزن گرفته بودیم؟ بعد از یک ماه من از MSF برای کودکان که بود هر ماه می آمدن برای کودکان نظارت کودکان و بعد از یک ماه تبابت ما آمدن و برکشتم 5 کیلو فربیش در حالی که من خراب شدم اما من شاید از خوردن زیادم بود ما 5 کیلو فربیش همین هم یکی از متخصص میگن که یکی از علامت‌های اون که تبابت مستمر است تبابت یعنی کورک هم بسیده است همین است مثلا انسان وزن خود را کم نمی‌کنه برعکس وزن می‌گیرد گربه‌ها شما با ذوق بزرگی یا طعنه یا غیبت روبرو شدن مثلا حضور خودتون مثلا یه کس شما طعنه کردن که شما گرفته بیماری مثلا بیا که در غیبتتون مثلا شما نبید از پس شما گرفتن بخرید نه راستی وقتی که من گرفتار بیماری شدم من نمیدونستم نه همسایه‌ام یا که خشتابورو ما نمیدونستم تو به حال نمیدونم شاید دونم بعضیش ندونم یعنی نه گفتن نکرد مثلا به همون بود که طعنه و غیبت نه برای که طعنه و غیبت برای من فرق نداشت برای من گفت دیگران مهم نیست اساس که من شفا یابم درد از جانب الله است سلف استیگما یا که خود دامگذاری داشتی مثلا که خودت آنگانی از صحبت با دیگران جماعت رو در اشتراک کردن وقتی رو در رفتن مثلا و دیدم نه اونجا مثلا تو که بیماری هستی نمیخوای مسئول نه من این خیلی نفتم یعنی میرفتی در حالی که من برای من در جماعت حضوری من خفنات نبود من میرفتم من هم خدمایی میکردم که من بیمار نیستم هر بار که من با سری دارو میرفتم هر روز پنجگیم که با من نزدیک بود هر روز من میرفتم دارو دارم من هر روز که نفسم کردم میرفتم که یک کس نگم که همه بیمار هست نفسم کردم میرفتم دارو من میرفتم در وجه بود بیماره که با سری دارو میمادم بسیار زبزاق میکردم از همودیار شدم میزدم میفتم خنک میشونم شما که میکنه برعکس شما در اون چی گرفتار میشوید برعکس شما بگید من ساز هستم انشالله ساز میشه میروید یعنی که نگاه مثبت روش پیدا داشته باشید آره و مناسبت اهل خانه در چه خیلی؟ مناسبت چون نمیاد خوب بود نسبت من غمخوار بودن مهربان بودن یگانتشون دامگذاری از طرف اهل خانه برعکس از طرف دوستان و دوگانه ها و پیوندانی که میدونستن نه برعکس نبود دستگیری بود نه تا امروز نه تا امروز نیست باشم برای من مهم نیست با یک سوالی دیگر تو گوگو در کینوها هم بازی میکنی بچه‌هاش میکنی؟ بسیار بلندی داری به بعضی از قهرمان‌های فیلم‌های دیدی و من در بعضی از کتاب‌هایی که درصدی جهانی درصدی منتقلی چاپ شدن عکس تو قصه تو شدن مثلا در همین کتاب هم قصه تو هست در اینجا هست و یکی مثلا دو سال پیش هم وقتی که با خودت یک مصاحبه کردم در این کتاب جوری در
در اینجا هم گفتم بوده که هنگام همون مصاحبه هم بیماری سیل برای تو برعکس راههایی نبود. مثلا گفتم بوده که تو وقتی گرفتار شدن با بیماری همونشون آشپز در یه آشخونه کار میکردی، بعد از آن گفتی که نه وقتی بیماری قرار بوده که تو باید معلومات صاحب معلومات شوی و همونها گفته بودی و کلام کالج داخل شد. چی شد؟ کالج ختم کردیم، اکنون دانشگاه تحصیل میکنم. بهترین. کالج چی اختصاص داد؟ بوغالتر. محاسب. در دانشگاه چی؟ اداره دولتی. بهترین، یعنی که کلاهای برند هم حرکت بسیار خوب است و راستی همین حسیات بود که مثلا وقتی از بیماری سیل مثلا از بیماری وقتی صحبت میگن که وقتی از بیماری سیل شفا میابی گویا که دوباره تولد شده باشه، همین تولد رو دوباره تو احساس کرد یا که چی؟ بود حالتایی که در ایامی طبابت به نهایت قوتی که پیشتره داشتی قوت نیست. پس از چند ماه طبابت من خیلی یکم کاری خانواده مشغول میشدم که من 10 سال مونده میشدم. بود حالتایی که صرف میشدم میگفتم که دیگه او سلامتی پیشتره ما برقرار کردن نمیتونم، شاید رنگ پیشتره نشوم. پس از اینکه که من دوره به انجام رساندم نه علاقه خیلی بودم رنگی پیشتره هستم، خیلی خوشحالم که بعد همون میگن بیماری سر حکمت داره، یعنی که همون یک فرصتی است که انسان فکر کنه به قدر زندگی، به قدر وقت، به قدر مثلا استعداد و امکانیت‌هایش هست مثلا و یکی از نمونه‌هایش اینه که قرار بودی صاحب معلومات شد. باز مثلا که در قبل از بیماری من فقط با فکر دیگران زندگی میکردم، چیزی که دل دیگران میخواهد. پس از اونی که من بیمار شدم من حیات خود را قدر کردم بیشتر که نباید من با فکر دیگران زندگی کنم و با خواست دیگران، من باید با خواست دل خودم، چیزی که دل خود میخوام من باید با خواست دل خود کنم. پس از انجام طبابت من با تشکیلات کنسی آنها قطعی همکاری میکردیم و با عیادت بیمارو میرفتیم. با نوحیو رفته با اونها هم صحبت میشدیم، سمینار میگذاروندیم، از قصه خود تعریف میکردم. بعدی از قصه ما شنیدن آنها خیلی روبالات میشدن و بعد سوال میدادن که باز چی طریقی بعد جز دارو چی خوب لیو اینقدر تیزه شفایی افته خیلی حالا این حال از اویلا یکم خشتباد ما در حال که شیشون یکم کمبودی پیدا کرد، مشکلی پیدا کرد با من هم صحبت میشن چیکار کنیم چیکار کنیم میگم خیلی در حالی که فقط واسپالین باشه میگم هیچ گرمی یک طبابتی نبض گیره ساز میشه در حال رفت دادن نشده. این فرض در خودت هم هست که مثلا یکم کسی بینی که حرکت میکنه یا که مثلا شخصا من وقتی که سال گذاشته گرفتاری کردم شدم بعد از شفایی بیام مثلا کسی که تب میکرد یا یک صحبت میکرد گفتم این حتما یکم نشونه بیماری یا کووید 19 است. یعنی مثلا در تو هم خیلی درس بود که مثلا یک کسی که صحبت کرد یا تبش بلند شد درم گمان کنی با بیماری سیل. کسانی که حرارتی 37 داشته باشن قبل از کووید که اومد، حاضر میگم کووید شده، قبل از کووید حرارتش 37 میبود، من در حال میگم که رفته با آمانس کنیم. شاید که میکروبی پاک در شما باشه، در شما باشه، در حال همی میشه در خیلی حالت که حرارت 37 میبود. حقیقه پس از آنی که کووید آمد میگم که کووید شده. در دوره کووید گفتیم پاندمی دوره پاندمی چه خیلی بس سرکتی گرفتاری بیماری شدن یا نه؟ راستی نمیدونم، بود یک روز حرارتم از 37 نفر اومد، یک روز. من یک روز بود. همه اعلام کردم که من کووید شدم. در اسم نمیشتی؟ نه، از ایلان همه اعلام کردم من کووید شدم. بعد پگشت حرارتم گشت. بود بعد 2 روز به حالت بودم. 2 روز به حالت بودم.
ولی قرارت نکردم و بعدم مخدوم میکنم شاید کووید بدو کووید بایی آسانش بدم آسانش بدو گذاشتم میترسیدی در این نه مثلا دوباره که بیماری وزن‌تر هستیم از سر نه نمیترسیدم خوش نیامده تو خوشبین باشنده چون که درد از جانبی علاوه است نمیترسیدم گلبهار نگاه کن حاصل مثلا تمام شرایط تمام تشخیص در کشور ما هست مثلا در همه شهرهای ها مثلا تمام تشخیصات ژنتیکی که در 2-3 ساعت تشخیص بیماری میکنن هست مثلا داروهای ضد سیلی داروهای ضد سیلی مثلا هم رویگان داده میشن مثلا همه شرایط هست لیکن هنوز هم مثلا نمیدونم که آدمون با بیماری سیل گرفتار میشن و فکر تو چی نمیرسن که باز همین مشکلات هست با فکر من در اول ریای نمیکنم سری محل با پایدار بهداشتی آره سری محل مراجعت نمیکنم با دکتر که ما میخوام که از حالت بهداشت شد از ای خانواده یا که دوست نزدیکانشون گرفتار که چند تشکیل چقدر که میدانیم و میکروب در وجود انسان که میداره در حالی که ایمیدیت که پس شد با وی رو میزنن و با کانسر رو میزنن شاید چندین نفرهای گرفتار میکنن بعد از حالت که خودشون گرفتن و بعد دکتر مراجعت میکنن از همین سبب باشد بدن از سبب شاید بسیارش ایدال گذاری میشود شاید میکنن که مردم فهمن چی میگن بسیارش پناه میدارن همین بیماریشون پناه میدارن ساز فکر میکنن که بعد بی خلقی مراجعت کرده داروی آنها را استعمال کنن شفا مییابن فکر که آنها بخش رو در هم میرسونن باشون میکنن یعنی خودشون شفای خودشون رو به تأخیر میارن میبینن باعث صورتی دیگران از او رنجی خودشون میشن یعنی که چقدر مردم آگاهی که بلند داشته باشن مسئولیت داشته باشن در برابر سلامت خود مثلا خب تو چی پیام داری به شخصانی که عین حال در تمامات بیماری سیل قرار دارن؟ در اول پیام شفای کمیونیتی شما بزرگ بدن اجمال رو افتاده نشوند که از آن که گرفتاری بیماری سیل شده اجمال فکری بد نکنن فقط فکر کنن که شفا مییابن این بیماری شفای بنده است سری محل داروشون را استعمال کنن طبابت کنده نکنن از طبابت دست نکشن خیلی وزبین از در ایامی طبابت میفهم کسی که داروی استعمال کرده خیلی همون کس احساس میکنن نه به هر حال مبارزه برن بر ضد اون مشکلی که گرفتار شدن انشاءالله شفا میبرن پیام میخواد با مردم و دیگران چیست؟ گفتنیم که بیماری در اول بیماری اولادی نیست بسیاری فکر میکنن که بیماری اولادی است در یک عائله گرفتاری بیماری سیل باشند در حال داغگذاری سر میشود این خیلی فکر و عقیده‌هاشون پس سر بذارن این بیماری گذرنده است یک بیماری است که شفایابنده است گذرنده است شفایابنده است از این خیلی داغگذاری ها را بس کنم داغگذاری را بس کنم در حالی که قدمی همین حرارتی بلند که شد در حال با متخصصین مراجعه حرارت زیاد تفصیلا بهولتی خیلی چیزا خیلی گرفتار کشیدن در حال مراجعت کنن از هیچ چیز نترسن فکر یکم مردم هم نکنن که مردم چی میگه تنها هر یک کس فکری خودش کنه فکری سلامتی خودش کنه مردم میگن با جایی که غیبت کردن یک کسی دیگر باید دستگیری کنن هم انسانایی که گرفتاری بیماری هستن دستگیری کنن دستگیری چگونه؟ مالی باشه؟ هم مالی هم مالی و هم روی یعنی که این بیماری ها هستن که بسیار آیلایی که سطح زندگیشو پس بسیار چنین آیلایی در گرفتار می شوند خیلی که گفتم خوراک یکم برای من خوراک نبود این بیماری به خوردن خوراک شفا نمی‌یابی چون که اساسی بیماری اساسی همون دارو تنها با شکم سیر میتونی که داروی استعمال کنی به نهایت تاثیر دارو وزبینه اگر با یک خوراک و با یک
چای و نان رویم او در وقتی نمیتونید که مبارزه برای برزید ای بیماری اصلا مردمی که سر زندگیشون هستن بسیارش که هستن نیاز دارن به همون چیزی مردم ما به جایی که غیبتی چون آدم ها یک نم مرتب آنها یک نیمچه آرد از در شده روندن یا یکان خوراکه این باید خوب میشه. خب اگر دیگر گفتنی نداشته باشی بازم سپاسگزارم از اینکه دعوتمون را قبول کردی، از اینکه خسته عشق خوبیت رو گفتی. امیدوارم که تماشا کنندگان برنامه و کسانی در طبقه قرار دارند از این صحبتی رو برای خودم معلومات گرفته باشه، بهره‌ای گرفته باشه و باید بگم که خودت آگاه هستی، خبر داری که مثلا برنامه موبیلی و نیمپک هست که در آن تمامی معلومات اونجا گیر کرده شده است درباره بیماری سی و شاید بسیاری از تماشاگران با خبر ندارند. توسط خودت در همین صحبت من میخوام یه باری در خود تلسون کنم. دوستان از طور در اکران میبینید برنامه موبیلی و نیمپک تمامی معلومات های مربوط به بیماری سی رو گیر داشته شده است. در این برنامه کاملا رایگان از هم اپ استور هم از پلی مارکت بولگیری یا اسکچات کردن ممکن است. در آن کتاب ها از جمله کتاب نیسپوزیل و دیگر کتاب های مربوط به بیماری سیل، اینچنین براشورها، ورقه ها، سوال جواب ها درباره بیماری سیل، از اون ویدیوها، برنامه‌های تلویزیونی که به بیماری سیل، برنامه‌های رادیویی که به بیماری سیل، به موضوع بیماری سیل پخش شده در اونجا گذاشته شده و میتونن که به راحتی در اونجا از اون استفاده برن و همزمان می‌دونم که در فرصت‌های نزدیکتری صحبتی من می‌تونم در این برنامه شرکت می‌شود و شخصانی که در طبقات هستن دیگر من تمام کاربران برنامه می‌تونم که راپوری تماشا کنم. بازم سپاسی زیاد بابا برای تو تنی می‌دار سری بلند روزگاری میکنم آرزو میکنم که تمام بیماری مثل خدا یعنی خوشبین باشن به گفته روزو پازیتیو باشن و مثل خدا به شفای کامل دست ببرن زندگی آسان داشتن. تشکر زیاد.